دخترم از بچگیش قدش خیلی کوتاه بود. فکر می‌کردم بزرگ که بشه قدش خوب میشه، ولی هیچ تغییری نکرد. تو دارو دادم بهش، خوب نشد. مدت‌ها رفتم خونه دوستم. دختر دوستم انقدر قدش بلند بود که دخترم از اون روز به بعد همش تو خونه میشینه و گریه میکنه و میگه قد من چرا نمیخواد بلند بشه؟ منم دلم طاقت نیاورد. رفتم خونه دوستم. بعدش داستانو تعریف کردم. گفتم بهش بگم شاید چیزی برای قد دخترش استفاده میکنه که به منم بگه، که همون لحظه از اتاق یه معجون آورد. گفت اتفاقا دختر منم اصلا قدش رشدی نداشت تا اینکه این معجون دادم بهش، تا هم بده بهش هر ماه 3 سانت بهش رشد میده. از اون جریان 2 ماه میگذره، قد دخترم کلی بلند شده و اگه تو همین معجون برای قد خودت یا دخترت میخوای، کافیه همین جور معجون بفرستی تو دایرکت بهت میدم. فقط قبلش پیجم فالو داشته باش تا بتونم بهت پیام بدم.